شما بسیاری انسان‌ها را می‌بینید زندگی خوب دارن. زندگی خوب چه به ما شما مثال به روح ما چه رحمت می‌بخشن. ما چه خرسند می‌باشیم همه وقت. و گروه آدم‌ها را می‌بینیم که زندگی نه آنقدر خوب دارن. زندگی مشقت دارن، زندگی عذاب دارن. اما در اینجا سببی هست. گذشته شما مثال شما راه ندهید به گذشته‌تان آینده شما خلل رسانم. شما چی در گذشته چی کاری مثال چی گپایی بود چی حادثه شده بود شما در چی عذابا بودین مثال چی غما بود شما با آنها فکر نکنید. شما با آینده فکر کنید، با آینده خودتان، با آینده عائلتان، با آینده فرزندتان، چون که گذشته شما به شما هیچی نمیده، نه برات به آینده شما تاثیر میرسونه. فکر کن مقصد نه فکر کن مثال تو با آینده فکر کن. من باور دارم تو چی میشه پیروز میشه برای آینده. وقتی که تو به گذشته فکر میکنی من کار مثال یه بار می کار کردم مثال گذشته نشید مثال نشیدم این کار من ضرر دیدم یکی یک کار خوب نبود مثال یکی یگام استوریا یگام چیزی داری که مثال در همین تاثیر رسوندگی دار گذشته تاثیر کرده دیگه را فراموش کنی. تا اگر با آینده فکر کنی تو البته را بور میکنی. وقتی که به گذشته فکر کنی این خیلی کارا بود خیلی خوب نبود همین کارو کنی با او کار میشه و هم خیلی گپا چوبه گذارین شما هیچ گاه در آینده بور نمیشه. شما همیشه در قفا میمونید. شما میخوای که در عائله قطعی عائله میخوای که فرزندتون مثل پیش روه شما به گذشته خود صلوات به آینده قدم زنید، به آینده فکر کنید و پگاه فکر کنید که ما امروز چیکار کنیم زندگی ما امروز خوب شود. وقتی که تو زندگی امروز خوب کردی تو پگاه زندگی خوب داری. تو وقتی که به گذشته فکر کردی که نمیشود فهم که آینده تو هم نمیشود، چون که آرزوهای تو را همه کشتگی گذشته که ترسان شدگی مقصد این کار نکنم او کار نمیشود. باید کار در کار همه کار باید به زندگی خوب پیش رفتن در کار با فرزندان خواندن در کار مثال روز شب کتاب خواندن در کار به هر کاری که ما باید با اون کار موفق شویم در آینده خود و آینده عائله. و دیوم این بود که شما اجازه ندهید فکرهای دیگر آدمان و غیبت‌های دیگر آدمان به زندگی شما تاثیر رسانند. چه مقصد شما چی کار کردن میخواهید اول فکر کنید شما چی کار کردید در کجا کار کردید برای چی کردید مقصد چیه با فکر اختیار کنید خطان اول عمل کنید خطان بینید پیشنهاد خطان با خلاصه برین با همون کارتون عمل کنید مثل برای آینده خطان برای پیش روی خطان. مثال من و شما مثال در این دنیا به هیچ تولد شدگی نیستیم. ما و شما در دنیا یا عمر عذاب کشیدن تولد شدگی نیستیم. ما در این دنیا تولد شدگی هستیم که یک زندگی خوب داشته باشیم، خرسند شده باشیم، یک کس رو خرسند کنیم، یک کس از ما خرسند شود. نه که مثال 20 سال تولد میشه 20 سال در غم و اندوه 10 سال 5 سال یا عمر عائله در عذاب. باید ما نقص فکر کنیم. شما هیچ اجازه ندهید که من کار کردن نمیتونم. همه وقت به خود باور داشت. وقتی که به خود باور داشته باشی همه چی ممکنه، همه چی ممکنه، همه کار میشود. و دیگر موضوع آن بود که درباره مناسبت ها کسی که شما مناسبت های بد دارد شما مناسبت های خوب کنید. البته را شما در اینجا بورد نکنید. شما همیشه با بدان خوب باشین انشاءالله او بدان از شما میآموزند. ما باید با یک دیگر باور داشته باشیم در عائله در کوچه در دولت یگام ملت یگام شخص یگام نفر غمخوری ما شما نیست. ما باید یک دیگر باشیم مستحکم باشیم. و پنجم این بود که پول یعنی شما میدونید که پول امروز تمام جا رو اداره میکنند. شما هیچگاه پول پرست نشید، فریب هیچ کس نخورید. شما کار کنین پول برای شما کار کنه نه شما برای پول. چقدر پول برای ما کار میکنه وقتی که تو به خود باور داشته باشی، وقتی که تو به همه کار باور داری من همین کار کنم میتونم
به همه کاری که مثال ما میتونیم همه کاری که ما باید با او باور کرده باشیم. انا جدا پول خودش پیش نمیاد. مقصد در اینجا چی است؟ باید ما بخوانیم، باید ما وقتی بفوده خود رو در کوچه، در بیرون، در هر وقت به کار کینا یگان کوچه گردی نگذرانیم. کار خانه خواندن در فرزندان، در کودکان، در برادران کسی باشد مجبور کنیم بخوانند. حال وقتی خواندن دیگه وقتی جنگ نیست، دیگه وقتی زورگویی نیست، دیگه وقتی یگان گپ نیست، از وقتی خواندن همه. از دنیا همه تکنولوژی ترقیات پیشرفتگی. شما تا که میگردین لوس گفته و گناه یک کسی گفتم، یک کسی این گناه میکنه، یک کسی گناه میکنین، هیچ کاری کار نکنین، دوست باشین با دیگر، فقط بخونین، با آینده خودتون پیش برین. من میگم تو یگام اروپاییست، یگام امریکانس، یگام نفری با آینده ما شما فکر نمیکنن. یا فراموش نکنین همه چی تا دستی خودمونه. ما خواهیم که خودمون پیش بریم، باید ما خودمون اول اصلاح کنیم، باید ما بخونیم. ما نمیخونیم ما خیلی کار میشه، مثال مهاجر میشیم، یکی هم خیلی خودتون ببینید دست این حیاتی ما چه خیلی گذشته امروز. برای همین همیشه به خودتون باور داشته باشین، همیشه دوستدار یکدیگر باشین و همیشه به خودت باور کن همه کار میشه و همه کار دست خود رو واسطه است. السلام علیکم، خداحافظ.